درود. توی این اپیزود قراره 10 تا سریال پربیننده نتفلیکس رو بر اساس آمار سایت اسکرین رنت بررسی کنیم. من سارا سیاح و اینجا استودیو نیستم. بدون هیچ مقدمه‌ای بریم شروع بکنیم با سریالی که رتبه 10 رو داره. فصل 4 سریال لینکلن لویر، یه سریال جنایی حقوقی که بر اساس رمان‌های پرفروش مایکل کانلی ساخته شده. سازنده اصلیش دیوید ایکلیه، سازنده سریال های مارگ و مشکل بی پولی داره، بیگناه فرض شده و دروغ‌های کوچک بزرگ. داستان درباره میکی هالره، یه وکیل باهوش و موفق که خودروی شخصیش دفتر کارش هم هست و روی پرونده های جنایی کار میکنه. توی فصل 4 یه جسد توی ماشینش پیدا میشه که جسد یکی از موکل‌های سابقشه و این بار خودش در جایگاه متهم قرار میگیره و همه اونو قاتل میدونن. هر فصل سریال میره سراغ یه پرونده جنایی و به خاطر نشون دادن اون فضای دادگاه‌های پرتنش، معماهای جنایی و غافلگیری‌های پشت سر همش تبدیل شده به یکی از موفق‌ترین سریال‌های حقوقی نتفلیکس. بازیگر اصلیش مانوئل گارسیا رولفوه و نف کمپل هم توی اون بازی میکنه. If I can't win this, Meg, you are Mickey Haller and you will win this. سریال لینکلن لویر از کتاب اول شروع نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه توی سال 2011 یه فیلم به همین اسم ساخته شده بود که متیو مک‌کانهی توی اون بازی میکرد. برای همین وقتی که نتفلیکس خواست بره سراغ این سریال، اقتباسش رو از کتاب دوم شروع کرد. فصل 4 این سریال با 10 قسمت پخشش توی فوریه شروع شد و در طی 4 هفته 26.4 میلیون بیننده داشت که البته بیشتر عملکرد خوبش از هفته دوم شروع شد که یهو 9.6 میلیون بیننده گرفت و اون هفته تبدیل شد به پربیننده ترین اثر نتفلیکس. We have your honor. فصل 3 سریال The Night Agent رتبه 9 رو داره، یه سریال اکشن که بر اساس رمان‌های پرفروش متیو کویک ساخته شده. سازنده سریال شان رایانه که سازنده سریال د شیلد و SWAT هم هستش. داستانش درباره پیتر ساترلنده، یه مأمور FBI که یه تماس غیرمنتظره یهو اونو وارد یه توطئه‌ای در بالاترین سطح دولت آمریکا میکنه. یک سال بعد از اتفاقات فصل دوم پیتر ساترلند مأمور میشه تا یه جوون مأمور خزانه‌داری وزارت آمریکا که رئیسش رو کشته و با اطلاعات فوق محرمانه به استانبول فرار کرده رو پیدا کنه. اما کم کم این مأموریت اونو وارد پرونده پیچیده درباره شبکه‌های مالی مخفی، پولشویی و تامین مالی تروریست میکنه. گابریل باسو نقش اصلی سریال رو بازی میکنه و در کنارش آماندا وارد هم حضور داره. برخلاف سریال‌های جاسوسی که دیگه از یه جایی به بعد حوصله سربر میشن، این سریال توی هر فصلش یه مأموریت جدید داره و نتفلیکس انقدر مطمئن بود به موفقیت این سریال که قبل از اینکه پخش فصل دوم شروع بشه داشتن فصل سوم فیلم برداری میکردن. سریال به خاطر ریتم خیلی سریعی که داره و پیچش‌ها و تعلیق‌های داستانی معروفه و تقریبا بیشتر قسمت‌هاش میتونن بیننده رو غافلگیر کنن. این سریال 26.7 میلیون بیننده داشت اما باعث ناامیدی نتفلیکس شد به خاطر اینکه فصل دوم 43.8 میلیون بیننده گرفته بود و نتفلیکس به صورت رسمی اعلام کرد که فصل 4 این سریال فصل پایانی این سریال جاسوسی محبوبه. رتبه 8 برای یک مستند سریالیه، مایکل جکسون د وردیکت، که درباره یکی از جنجالی ترین پرونده های موسیقیه که پای مایکل جکسون وسطه و همین باعث شده که توجه کل دنیا بهش جلب بشه. پرونده که سال 2005 باز شد و مایکل جکسون توی اون متهم شد به سوء استفاده جنسی از کودکان. این مستند صرفاً روند دادگاه رو نشون نمیده بلکه واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی رو هم به نمایش میذاره و بررسی میکنه که این پرونده چه تأثیری روی چهره مایکل جکسون داشت. با استفاده از آرشیوهای واقعی، مصاحبه‌ها و بازسازی فضای اون دوران سعی میکنه به ما یه تصویر کاملی بده از اون پرونده
پرونده‌ای که هنوز هم با اینکه سالها ازش گذشته و مایکل جکسون ازش تبرئه شد ولی توش بحث و اختلاف نظرهای زیادی هست. Is he guilty or is he not guilty? Finally, we're going to get some answers. این مستند 3 قسمتی 27.5 میلیون بیننده داشت، اما توی هفته اولش 17.8 میلیون تونست بیننده بگیره و تبدیل شد به سومین اثری که توی سال 2026 شروع خوبی داشته. Keep an open mind and let me have my day in court. در رتبه هفتم فصل اول سریال نمسیس قرار گرفته و نمسیس در اساطیر یونان الهه انتقام و اجرای عدالت الهیه. این درام جنایی داستانش توی لس آنجلس میگذره، جایی که یک کاراگاه سمج میفته دنبال یک خلافکاری که یه چهره موجهی از خودش درست کرده و پشت اون قایم شده. Businessman who turned his life around. Think of what you could cost him if you're wrong. Think of how many more people will die if I'm right. کارگاه قصه میفته دنبال یه تاجر موفق که در اصل سرکرده یه باند سرقت بزرگه و کم کم انقدر این دو نفر پیش میرن که حتی پای خانواده هم به وسط کشیده میشه و دیگه مسئله فقط اجرای عدالت نیست بلکه انتقام شخصیه. سازنده سریال همون کسیه که سریال پاور رو ساخته و با فضای دارک و جنایی آشنایی داره. اینجا هم شخصیت اصلی اون کاراگاه رو داده به متیو لا بازی بکنه و نقش مقابلش رو هم رئیس اون باند مافیا رو یلان نوئل بازی میکنه که هر دوشون هم بازی‌های قابل قبولی دارن. این سریال 8 قسمتی تو ماه می منتشر شد و تعداد بیننده‌هاش از 30 میلیون نفر عبور کرد. فصل اول سریال من آن فایر رتبه 6 داره که قبلا فیلمش رو دنزل واشنگتن بازی کرده بود تو سال 2004 و حسابی هم معروف شده بود. حالا نتفلیکس اومده همون داستان رو تبدیل به سریال کرده و نقش اصلیش رو هم یحیی عبدالمتین بازی میکنه. جان کریسی مأمور سابق نیروهای ویژه و سازمان اطلاعات آمریکاست که بعد از اینکه توی یه عملیات شکست میخوره و تمام اعضای تیمش رو از دست میده دچار استرس بعد از سانحه میشه و به الکل رو میاره تا جایی که معتاد به الکل میشه. از این جریان میگذره تا اینکه 4 سال بعدش یکی از دوستانش برای اینکه اون دوباره بخواد زندگیشو از نو شروع بکنه دعوتش میکنه بره به برزیل تا اونجا روی یک پرونده امنیتی کار کنه. بعد از مدت کوتاهی که وارد برزیل میشه دوستش و خانواده‌اش توی یک انفجار به قتل میرسن و تنها دختر نوجوانشون پو زنده میمونه. حالا اون هم باید پیدا بکنه که چه کسایی این کارو کردن و هم از پو مراقبت کنه. سازنده ها حالا هوای نسخه سینمایی رو حفظ کردن و نتفلیکس هنوز به صورت رسمی تایید نکرده که میخواد فصل دوم رو بسازه. اما از اونجایی که این سریال 7 قسمتی تا حالا 35 میلیون بیننده داشته احتمال اینکه برای فصل دوم تمدیدش کنن خیلی بالاست. در رتبه 5 فصل دوم سریال وان پیس قرار داره که فصل سومش هم به تازگی فیلمبرداریش تموم شده و این سریال لایو اکشن اقتباسیه از روی یه مانگای معروف که نسخه انیمش هم خیلی پربیننده است. لوفی یه جوان ماجراجو با یه قدرت عجیبه که تنها آرزوش اینه که پادشاه دزدای دریایی بشه. اون برای پیدا کردن گنج وان پیس یه گروهی از دوستاشو دور هم جمع میکنه و با همدیگه راهی یه سفر پرخطر میشن. سفری که توی اون قراره با دشمن‌های قدرتمند و جزیره‌های عجیب روبرو بشن. اما تنها چیزی که میتونه اونا رو به هدفشون برسونه پیوند دوستی و وفاداریه که بینشونه. این سریال به 39.6 میلیون بیننده رسیده و 3 هفته متوالی جزو پربیننده ترین آثار نتفلیکس بود. رتبه 4 تنها سریال غیر انگلیسی زبان این لیسته. Teach You a Lesson یه سریال کره 10 قسمتیه که تمرکزش روی فضای مدرسه و رازهای پشت اونه. 자신이 한 행동을 고스란히 돌려받은 모습. داستان توی کره جنوبی میگذره تو شرایطی که زورگویی و خشونت و بی‌انضباطی کل مدرسه رو فرا گرفته و دیگه این زورگوها که قانونای مدرسه رو تعیین میکنن و معلما هیچ قدرتی برای کنترل اوضاع ندارن. دولت برای اینکه با این شرایط مقابله کنه میاد یه سری مأمور ویژه رو به مدارس میفرسته تا با روش‌های بیرحمانه و غیر متعارف جلوی این دانش آموزای قلدر رو والدین متخلف و مدیرای فاسد رو بگیرن. اما هر چقدر که داستان جلو میره متوجه
میشیم که فساد خیلی ریشه دارتره. این سریال 5 ژوئن منتشر شد و 46.6 میلیون بیننده داشت و برای 3 هفته صدرنشین جدول آثار غیر انگلیسی زبان نتفلیکس بود. 사랑한다잉? رتبه سوم برای یه سریال جدید I Will Find You یه تریلر جنایی 8 قسمته که از روی رمان‌های هارلن کوبن اقتباس شده. My name is David Burrows. I'm currently serving the life sentence for killing my little boy. قبلا هم هارلن کوبه برای نتفلیکس خیلی سریال نوشته و خلق کرده. سم ورتینگتون و بیرت لاور همون بازیگر سیورنس هم توش بازی میکنن. داستانش درباره پدریه که به اشتباه به قتل پسرش محکوم شده و الان هم داره دوران حبس ابدش رو میگذرونه. اما یه سری مدارک به دستش میرسه که نشون میده شاید پسرش هنوز زنده باشه و همین باعث میشه که اون فرار کنه و بره دنبال سرنخهای جدید. Don't ask questions that you don't want the answers to. داستان هر چقدر که جلوتر میره رازها پیچیده تر میشن. این سریال 58.1 میلیون بیننده داشته. It does. سریال هیز اند هرز رتبه دوم داره. یه سریال معمایی هیجانی 6 قسمته که جان برنستال و تسا تامسون توش بازی میکنن و از همون قسمت اول با قتل مرموز یه زن توی شهر کوچیک شروع میشه. The bad things happen because you bring them on yourself. آنا موجی سابق اخبار بعد از اینکه میشنوه توی زادگاهش یه زنی به قتل رسیده تصمیم میگیره بعد از چند سال به اونجا برگرده تا درباره یه موضوع تحقیق بکنه. اونجا با جک روبرو میشه، کاراگاه پرونده و همسر سابقش. هر دو نفر فکر میکنن که اون یکی یه ارتباطی با پرونده قتل داره و همین باعث میشه که داستان وارد یه جنگ ذهنی بین حقیقت و دروغ بشه. البته که هر کسی توی زندگیش یه چیزی برای پنهان کردن داره. I didn't hurt her, Anna. Do you know who did it? I didn't do it if that's what you're asking. این سریال اوایل ماه ژانویه منتشر شد و 96 میلیون بیننده داره. البته که همچنان رکورددار بیشترین بیننده برای هفته دوم و سوم و چهارمه. برای مدتی هم پربیننده ترین اثر نتفلیکس تو سال 2026 بود که جایگاه خودش رو از دست داد. اما رسیدیم به رتبه 1. فصل 4 سریال بیرجرتون که حول محور خانواده‌های اشرافی لندن این سریال اون مهمونی‌های پرزرق و برق و رابطه بین طبقات اجتماعی مختلف. The time has come for the social season. یه درام عاشقانه تاریخی فانتزی درباره خانواده بیرجرتون، یه خانواده پرجمعیت که هر کدومشون توی فصل‌های مختلف دنبال عشق، ازدواج و درگیری‌های اجتماعی خودشون میرن. حالا هوای فصل 4 الهام گرفته شده از داستان سیندرلاست. بندیک هیچ علاقه به ازدواج نداره اما توی یه مهمونی بالماسکی عاشق زنی میشه که لقبش بانوی نقره‌ایه. Put your head in a spin. Is it awful that I'm enjoying it? برای پیدا کردن هویت این زن وارد یه داستان عاشقانه پر از سوء تفاهم میشه اما نمیدونه زنی که به اون علاقه‌مند شده صوفی، یه خدمتکار با گذشته پنهان اما آرزوهای بزرگ. چیزی که این سریالو خاص کرده ترکیب فضای کلاسیک با حال و هوای مدرنه. حتی توی موسیقی هم موسیقی‌های امروزی رو با تنظیم کلاسیک استفاده کردن و روایت‌های عاشقانه‌ای که توی این سریال هست هم احساسی هن هم پرتنش و همین باعث شده که خیلی سریع بین مخاطبای جهانی محبوب بشه. نقشای اصلی سریال تو فصل‌های مختلف بازیگرهای متفاوتی داشتن. نتفلیکس این سریال رو توی 2 بخش منتشر کرد. بخش اولش رو 29 ژانویه و بخش دومش رو هم 26 فوریه و این سریال موفق شد 131 میلیون بازدید بگیره. ممنون که همراهمون بودین. بدرود. You are a Bridgerton.